هممون واقعا دیشب شکستیم. توقع داشتیم که این تیم با آقای هانسی فلیک به فینال لیگ قهرمانان صعود بکنه برای اینکه لیاقت این اتفاق رو داشت، اما دیشب با سر بلند از لیگ قهرمانان کنار رفتیم. روحیه لوزر بودن تو تیم آقای هانسی فلیک ندیدیم. آقای هانسی فلیک تو این فصل بدون ورزشگاه خونگی، بدون داشتن بازیکنایی که تو بازار نقل و انتقالات براش خریده بشه، با دست خالی برای ما معجزه ساخت. وقتی که فصل شروع شد مارکا و آیس تیتر می‌زدن که رئال مادرید با خرید امباپه و شروع دوره کهکشانی‌های سوم بارسلونا رو اصلا دیگه حریف خودش نمیدونه. ازت ممنونیم آقای هانسی فلیک، تا همینجا برای ما 2 جام داخلی گرفتی که 2 تاشو توش ال کلاسیکو بوده و حریف مستقیم رو شکست دادیم و هنوزم یک لالیگا و یک ال کلاسیکوی دیگه داریم. تیمی که قرار بود به عنوان یک فصل گذار بهش نگاه بشه رو تبدیل کردی به تیمی که امروز همه اروپا از حذف دیشبش مقابل اینتر خوشحالن. ما مقابل اینتر میلان با تجربه مجموع رفت و برگشت 4 بار تو بازی عقب افتادیم، 4 بار جبران کردیم، حتی پیش هم افتادیم. زمانهایی که 2-0 عقب بودیم ایمان بازیکن‌ها با کاری که تو انجام میدادی از بین نرفت و ما برگشتیم جبران کردیم. بقیه‌اش میشه اتفاقات تلخ، بقیه‌اش میشه شب فوق‌العاده زومر، میشه فاجعه داوری مارسینیاک، میشه فاجعه عملکردی آراوخو که باید بازوبند بارسلونا رو هر چه زودتر از دستش در بیاره. ما به احترام تیم شما کلاه از سر برمی‌داریم و میدونیم که این تیم تازه شروع کارشه. امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای بارسایی هستیم.